به نام خدا. در این ویدیو کوتاه میخوایم در خصوص کانال اکسیداسیون یا اکسیدیشن دیچ یک توضیح کوتاهی بدیم. خب میدونیم که این فرآیند یک روش هواداری گسترده هستش و یعنی این که فرآیند اولا لو ریت یا کمبار هست و زمان ماند هیدرولیکی خیلی بالایی داره در حد 24 ساعت. لجن فعال و وسیله هواداری مکانیکی معمولا روتورها یا برس‌های هواداری معلق نگه داشته میشه و ضمن این که اکسیژن رو تأمین میکنه اون رو به صورت افقی در مسیر بیضوی، همین مسیری که میبینیم زرد یا قهوه‌ای کمرنگ هستش، به گردش در میاره. این نوع از سیستم‌های تصفیه هوازی برای تصفیه‌خونه‌های با اندازه کوچیک تا متوسط کاربرد داره و عملاً در تصفیه‌خونه‌های بزرگ باعث میشه که چون زمان مانده بالایی داره عملاً حجم تانک و هزینه‌های بهره‌برداری بالا میره و لذا استفاده نمیشه و کاربرد کمتری داره. اما خب فاضلاب خام به صورت مستقیم چون وارد میشه عملاً تنشینی اولیه رو حذف میکنن و صرفاً با یه آشغالگیر آشغال‌های درشت رو میگیرن و کلا یه پیش تصفیه خیلی ساده ای رو نیاز داره. روتورها طوری طراحی شده و تنظیم شده که سرعت جریان مشخص رو حفظ کنه. این سرعت حدود 24 صدم تا 36 صدم متر در ثانیه یا 8 دهم تا 1.2 دهم فوت همونطوری که توی تصویر میبینی تنظیم میشه و این سرعت هم میدونیم خیلی مهمه از این جهت که از تنشینی مواد جامد بیولوژیکی جلوگیری میکنه، ولی خب قاعدتاً مواد سنگین‌تر و غیرعالی مثل شن و ماسه میتونه تو کف کانال تنشین بشه. مقدار دیو یا اکسیژن معدول هم تو این روش با تنظیم عمق قوطه‌وری همون هواداری مکانیکی برس شکلی که خدمتتون عرض کردم قابل تنظیم هستش. خب البته اختلاط و راندمان و انتقال اکسیژن هم عملاً به همین شکل تنظیم میشه و اپراتورها میتونن شرایط مناسب فرآیند بیولوژیکی رو فراهم کنن. معمولا مقدار دیو حدود نیم تا 2 میلی گرم در لیتر و مقدار متداول به عزت MLSS مون هم حدود 2 تا 6 هزار میلی گرم در لیتر MLVSS اون بگیم بهتر هستش، اون بخش بیولوژیکی. اپراتورها هم ضمناً میتونن با مشاهده کف روی سطح هواداری وضعیت رو ارزیابی کنن. خب رنگ و ویژگی‌های کف اطلاعات خوبی رو در رابطه با سن لجن و تعادل فرآیند به ما نشون میده. مثلا اگه کف سفید باشه نشون دهنده اینه که لجن جوونه و MCRT مون یا زمان مانده سلولیمون کم هستش و قاعدتاً باید مقدار دفع لجن رو ما کم کنیم تا به این ترتیب بتونیم عمر لجن رو یه مقداری افزایش بدیم و به حد نرمال برسیم. به همین ترتیب اگه کف تیره خیلی تیره باشه نشون دهنده اینه که سن لجن بالاست و MCRT مون زیاده و باید دفع لجن رو زیاد کنیم تا بتونیم عمر لجن یا سن لجن رو بیاریم پایین. خب یه سوال مطرح میشه که بالاخره رنگ مطلوب چیه و لجن فعال باید چه رنگی باشه؟ عرض کنم که رنگ لجن قهوه‌ای متوسط تا قهوه‌ای تیره مطلوب هستش و در مجموع توی فرآیند اکسیدیشن دیچ سن لجن بالای 10 روز و نسبت FPM پایین میتونه تغییرات بار آلودگی رو خوب تحمل کنه و عملکرد تصفیه‌مون خوب باشه. من به جهت این که خیلی فایل سنگین نشه در همین حد توضیحات رو کافی میدونم و اگر حالا توضیح یا سوالی
نیاز بود بنده در خدمتتون هستم در کانال.